به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتن اندر زبان آفرید. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. پدران و مادران و برادران و خواهران اهل اسلام من، بنده امروز با خواهش بسیار از برادران و خواهران یک قصه در بابت مادر، یعنی درباره مادر، قصه که حتی تکان دهنده قلب سنگین است، به سمع شما میرسانم. و البته اگر در وقتی گفتن این موعظه اگر به خطاگی راه دهم، حق سبحانه و تعالی مرا مغفرت کند و از همه شمایان معذرت میخواهم. مردی از راه میگذشت و ناگهان توجهش به طفلک جلب شد که روی یک سنگ گریه میکرد. مرد نزدیک شد و گفت: پسر جانم، چی چیزی تو را وادار به گریستن کرده است؟ پسر یاد و خیالش به کار بند بود و جواب نداد. مرد باشد دوام داد، گفت: بچه جان، مگر بازیچت را گم کرده ای؟ طفلک با اشاره سر جواب این کار نمود، یعنی که نه گفت. مرد باز گفت: یگان مال قیمتت را گم کرده ای؟ طفلک با چشمان معصومش نظری به مرد کرد و گفت: بله. مرد گفت: میگو ببینم چیست وی مال قیمتت که گمش کرده ای تو او را بهرت دوباره برقرار کنم؟ پسرک گفت: عمک، یقینا مطمئنی که برقرار کننده مالی باشه که من گم کردم؟ گفت: آره، چون خیلی ثروت زیاد دارم. پسرک با اشک 6 قطار نگرست و گفت: ای عمک، مادرم را گم کردم. مادرم را، قیمتترین شخصم را گم کردم. او را به من برگردان. مرد بعد از شنیدن این سخن دیگر اشکش را داشتن نتوانست. به اختیار گریه کرد و هنگامی که اشک در گرد چشمانش حلقه زده بود، هنگامی که گریه گلوگیرش نموده بود، گفت: پسر جانم، من طول 40 سال است که در جستجوی همین قیمتترین نعمتم، ولی 100,000 افسوس که هیچ نتوانستم برای عوض کل ثروتم دوباره پیدا کش نمایم. در حقیقت پدر و مادر یک نعمتی بی‌بهای دنیا. اولا حق سبحانه و تعالی در زندگی و هر یک ما و شما عزت و احترام والدین نصیب گردانه و هستند فرزندانی که با مینوشی و با عشق و عشرت حیات خود را می سوزانند و بعدا به سر پدر و مادر آمده دشنام‌های قبیح می کنند، در اون حالی که خدا حتی به آنها اوف گفتن را حرام گفت. بسیاری از مردها وقتی چخیل که در عرفیت میگن خانه شهر میدان غریب، وقتی مسافر میشه و صاحب 2 سوم پول دنیا میشه، دیگه قدر و قیمت زندگی، قدر و قیمت انسانی و قدر و قیمت پدر و مادر را نمیداند. وقتی که با اون مینوشی، با اون چخی میگن عروس بازی عمر خود را صرف میکند، بعدا همسرش را بیهوده لطکوب میکند، در اون حالی که اون زن هم مادری فرزنده میاد مادر خود را حقارت، دشنام و غیره و هاکذا، یا از برای مستی مادر را لطکوب میکند، یا که از برای مستی زن را میگیره و 3 طلاقی که 10 طلاق استغفرالله. امروز بسیار جوانها از مفهوم نکاح بیخبرند، لیکن اون کلمه طلاق را از یک سر کرده تا 10 صدها میدانند و خلاص. در آن حالی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت: ابغض الحلال الی الله الطلاق. دوستان من، زندگی این عیش و عشرت نیست. خداوند متعال نگفت که نخور ننوش، نه، خور آنچه دیگه حلال است، بنوش آنچه که حلال است، لیکن مشروباتی که الله تعالی برای تو حرام گفت، استغفرالله. وقتی اگر شما برادرای خوب یا که خواهرای خوب در وقت زنا یا که در وقت آن عرق نوشی جان دهین، سبحان الله، دیگه 1000 توبهشون بیفایده. الله سبحانه و تعالی اولا عزت و احترام پدر و مادر دانستن، بین همه ما و شما مهر و محبت پدر و مادر را مستحکم کند و آن فکر و عقیده های سیاه و پلیدی که در دل پیدا می شد آنها را دور گرداند. حق سبحانه و تعالی به کل برادری که در شهر مسافران اولا ایمانی توفیق بندگی را نصیب گرداند تا که نسبت همسران خود خیانت نکنند. بسیار از خواهران دامی چند روز است که زنگ زدن میگن: امید رحمت اکا جان، این خیلی حیات دارم، این خیلی معما دارم. در حقیقت امروز بسیار مردهایی که عروسی میان یک دختر را میگیرند و میگن من تو را تا آخر نکاح میکنم، زندگی میکنم، بعدا وقتی نفس خود را آرام کردن او یک شپرک بر این پرده میروند. انسان خوب در اسلام اولا که نکاحی موقتی نیست،
اونی که اگر با مردم شیعه پرست تقلید کرده و نکاح‌های موقتی کنی استغفر الله همه مولات هم که پشدود کرده و خودم البته. بعداً اگر زن را به خاطر نفس آرام کردن گیری این هم گناهکاری که میشی. فقط الله تعالی میدونه که چی عذاب برای تو در اون روز محشر انتظار. انما الاعمال بالنیات میگن پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم مقصد هر یک عملی ما و شما عزیز اون نیتی که در دل داریم وابستگی سخت دارد. پس پیش از آنه که یک به عمل زشت دست میزنی خوب فکر کن که روز الله تعالی تو را چه خیلی برای اون سوال و جواب میکند. پیش از آنه که یک عمل را سر میکنی که فکر کن همان عمل را با بسم الله سر کرده میشه یا که نه. پس به حرمت خداوند ما همه خطا داریم. پدر مادرم کلان سالم خطا میکنن، لیکن ما همه بنده ای که شیر خام خورده بی خطا نیستیم. عزت و احترام یکدیگر را دارین، قدر یکدیگر را بدانین و با دل خرسنده با فکر پاک با هم زندگی کنین. چون که دنیا دنیای دو روزه، یک روز میمیریم از ما دیگر هیچی نمیماند. این ما دو دنیای سر و سواد همه چیز سری ما سبیل میماند دیگه. لیک این نام این اعمال یک عمر همراه ما و شما میماند. اون جوانهایی که در سامانه‌های اینترنتی نوارهای عشق عاشقه و شیدایی و غیره و هاکذا میپردازند دوستان من، یکچند اون حالی چه میگم بلاگری که پرسیدم گفتم برادری خب همین کارو نکن، میگم به خاطر شما همه کارو میکنم. انسانی خب به خاطر شما چیکار میکنی اکنون فقط الله میدونه. و لیکن بعد از آنی که میمیری ترک این دنیا میکنی دیگه، هر یک عملی که کردی، هر یک نواری که گذاشتی، تو مردگی در این دنیا نیست، لیکن در نامه اعمال تو یا ثواب یا گناه نوشته رفتن میگیرد. فرق نداره تو چیکار کردی و چیکار باید میکردی. چون که بسیاری اونها مثلا همون نوارهای هر خیلی زناکارای قپیدن و پرسماترش 100,000 200,000 خان تپزن ما از کاری زور کردیم، لیکن برای اونه که عیب یک برادر و خواهر در اینترنت پخش کرد و برای مردم پهن کردی، یکم از نعمت الله بی بهره مانده. اینه که روز محشر کلی خطایات تو بین مردم کشاده و روشن میگرده. بعدا اون نواره که بسیار مردم میبینند و هزاران حقارت ها در پایینش مینویسند یا هزاران حقارت از سرشون میگذرد، برای این سببگار و گناه تو هستی. پس تو هم برای این یک مکافاتی خوب میگیری. به همین خاطر دوستان من قدر و قیمتی یکدیگرتان گم نکنید. در اینترنت اون پایینش کامنتاری های بی‌ادبانه و غیر انسانی ننویسین، چون که این برای نامه اعمال شما فقط زیان دارد، هیچ خوبی ندارد. اگر مردیگری دارین برین نصیحت کنین همون انسان، لیکن دشنام ننویسین. حق سبحانه و تعالی همه ما و شما را برای راست هدایت فرمایه و از خودش بیگانه نکند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. با احترام دوست برادری شما، امید الله.